بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنكم درسوا خضرة ومدهم بعون الله سبحانه وتعالى از كتاب 48 سؤالا في الصيام، يعني 48 سؤال آيدي روزة، تأليف شيخ علامة محمد بن صالح العثيمين، الله سبحانه وتعالى این کس را و والدینشان را و جمیع مسلمانان را مغفرت کند. درس ما آغاز می‌یابد تحت سوال 38 اونجا که می‌فرمایند: ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القرآن من البدع المحدثة. یعنی شما چی می‌فرمایید در مورد همون چیزی که بعضی مردم چیکار میکنن؟ میروند کجای برای خاطر گوش کردن دعای ختم قرآن به دعوای این که میگن که این بدعت حسنه است. یعنی بعضی مسجدها وقتی که تمام میکنن قرآن، بعد دعای ختم قرآن میخوانن، میگوین که این بدعت هم باشد که بدعت چی؟ من البدع المحدثة، يعني معذرة خلم حسنات، يعني بدعتی پیدا شدگی است بود اسم اینجا. یعنی شما چی میفرماید آیه آن که مثال بعضی مردم رفته چیکار میکنن؟ دعای ختم قرآن گوش میکنن، من البدع المحدثة، یعنی از بدعت‌های نوآوری ناپیدا شدگی در دین. شیخ می‌فرماید که لا اعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة اصلا صحيحا يعتمد عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم. یعنی آیه دعای ختم قرآن در نماز کردن یگان اصل را نمیدانم. این اصل صحیح باشد که با او تکیه کرده شود، نه از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگون دعا میدانم، یگون اصل میدانم، نه از عمل صحابگان رضی الله عنهم. و غایت ما فی ذلك ما كان انس بن مالك رضی الله عنه يفعله اذا اراد انهاء القرآن من انه كان يجمع اهله ويدعو لكنه لا يفعل هذا في صلاته. فقط یعنی آخرون نقطه‌ای که در این مسئله میدانیم همان است که انس بن مالک رضی الله عنه چیکار میکرد؟ وقتی که قرآن تمام میکرد خانوادی خودش جمع میکرد و دعا میکرد، لیکن این کار در نماز نمیکرد. و صلاة كما هو معلوم لا يشرع فيها احداث دعاء في محل لم ترد السنة به. نماز خیلی که معلوم است میدانید، یعنی در شریعت اجازه نیست که یگان دعا را در یک محل پیدا کنید که سنت به او اشاره نکرده باشد. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بنا بر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز گذارید چنانکه که مرا میبینید که من نماز میگذارم. نماز گذاریدن پیغمبر دیدن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای ختم قرآن نکرده در نماز. و اما اطلاق البدعه على هذه الختمة في الصلاة فإني لا أحب إطلاق ذلك عليها. اما یعنی که مثال استفاده بردن کلمه بدعت را على هذه الختمة في الصلاة، یعنی که در این ختم در نماز من یعنی که دوست نمی‌دارم این را چیکار کردن استفاده بردن. لأن علماء السنة، یعنی علمای سنت مختلفون فيها، در این مسئله اختلاف کردگی هستند. من یک بار شتاب کرده نمیگم که این بدعتی. فلا ينبغي ان نعنف هذا التعنيف على ما قال بعض اهل السنة انه من الامور المستحبه. یعنی نباید که چی خطابی سخت کرده شود و چنین خطاب سخت به مقابل یعنی اون چیزی که بعضی اهل سنت گفتگی هستن که این از امور مستحب هست. لكن الاولى للانسان ان يكون حريصا على
اتباع السنه، ولی اولا آن است که انسان باید که تشنه و در تلاش و کوشش پیروی از سنت باشد. یعنی من یک بار نمیگم که این بدعتی. ثم انها هنا مسألة يفعلها بعض الإخوة الحريصيين على تطبيق السنة. بعد از در اینجا یک مسئله هستی که این بعضی برادرایی که کوشش میکنن با تطبیق کردن سنت انجام میدن، و هي انهم يصلون خلف احد الائمة الذين يدعون عند ختم القرآن. و اینها چیکار میکنن؟ نماز میگذارن در پس یکی از امام هایی که ایشان در وقت ختم قرآن دعا میکنن. فاذا جاءت الركعة الأخيرة، وقتی رکعت آخر می آید، انصرفوا، برآمده میروند، و فارق الناس، از مردم جدا میشن، به حجت ان الختمه بدعه، حجتشان این که این ختم بدعت است گفتن. و هذا امر لا ينبغي لما يحصل من ذلك من اختلاف القلوب والتنافر. یعنی این کار نباید که انجام داده شود، زیرا اینکه اختلاف قلب ها می شود و پراکندگی مردم می شود. ولأن ذلك خلاف ما ذهبت إليه الأئمة، زیرا اینکه این خلافی همان است که در همان بودن امام ها. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر. مثلا امام احمد با چنین عقیده بود که مستحب نیست، میگفت یعنی مستحب نمیدانست دعای قنوت خواندن در نماز بامداد. و مع ذلك يقول با وجود این میگفت که اذا تم الانسان بقانت في صلاة الفجر فليتابعه. وقتی یک کس در پشت یک امام نماز خواند که در نماز بامداد قنوت میخواندگی باشد، یعنی او را تابع شود، با وجود اینکه این مستحب نمیدانست خودش. وليؤمن على دعائه، دعا کردن گیرد، در دعاش آمین گفتن گیرد. ونظير هذه المسألة أن بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في عدد الركعات في صلاة التراويح إذا صلوا خلف إمام يصلي أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة انصرفوا إذا تجاوز الإمام هذا العدد. و مانند همین مسئله بعضی برادرای هستن که کوشش کننده با پیروی از سنت در عدد رکعت‌های نماز تراویح هم چنین میکنه. وقتی که نماز خونه از پس امامی که بیشتر از 11 رکعت یا که از 13 رکعت بیشتر میخواندگی باشد، چون امام یعنی از این عدد از 13 رکعت یا که از 11 رکعت زیاد خوان برآمده میروند. و هذا ایضا امر لا ينبغي، این نیست یک کاری است که نباید انجام داده شود. و هو خلاف عمل الصحابه رضی الله عنهم، این مخالفی کاری صحابه ها می باشد رضی الله عنهم. فإن الصحابه رضی الله عنهم لما اتم عثمان بن عفان رضی الله عنه في منى متأولا انكروا عليه الاتمام ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويتمون. يعني صحابه ها رضی الله عنهم وقتی که عثمان رضی الله عنه بجای قصر خواندن در مینا به تفسیر خودش چیکار کرد؟ نماز پره خواند بجای قصر. صحابه ها یعنی دیگه اماما چی؟ انکروا علیه الاتمام، یعنی پره خواندن انکار کردن. صحابه ها گفتن خیلی نمیشه، باید چی؟ باید قصر خوانده شود. با وجودی وای که مثال گیریم وای قصر که خوان پره که خوان از پسش نمازشون خواندن و یتمون رنگ خودش پره خواندن، قصر نخواندن. و من المعلوم ان اتمام الصلاة في حال يشرع فيها القصر اشد مخالفة للسنة من الزيادة على 13 ركعة. و معلوم است که نماز پر خواندن در حالتی که قصر خوانده شود این سخت‌تر می باشد از روی مخالفت به سنت نظر به از 13 رکعت زیاد خواندن. یعنی که اگر مخالفی و عثمان یعنی مخالف سخت بود در این مسئله، لیکن چه پوشش خواندن. و مع هذا لم يكن الصحابه رضی الله عنهم يفارقون عثمان، با وجود همین صحابه ها از پس عثمان برآمدن نرفتن. او یدعون الصلاة معه، یا که نماز خواندن از پسش ترک نکردن. و هم بلا شک احرص منا على اتباع السنه
شک نیست که وایها ماها را دیده در تلاش سنت اشدیتر بودن و صد من رأیا در رأی و در فکر از ما را دیده فکرشون راست بود و اشد من تمسکا فيما تقتضيه الشریعه الاسلامیه، چرا که شریعت اسلامی تقاضا میکند از ما را دیده وایها سخت‌تر میگرفتند. و نسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن يرى الحق فيتبعه. از الله مسئلت داریم که ما را از زمره اشخاص قرار دهد که چون حق را ببیند پیروی از حق بکند و باطل باطلا فیجتنبه و باطل را همچون باطل ببیند و از آن باطل کنار شود. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.